سلام رفقا، چطوری؟ ببین رفیق، هر سال آخر اکتبر هممون میبینیم که سوشال مدیا و اینترنت پر شده از کسایی که خودشونو شبیه خوناشام و جادوگر کردن با ناخنای دراز 2 متری. حالا شده فکر کنی این ماجرا از کجا نشأت گرفته؟ خب بذار من بهت میگم. این قضیه برمیگرده به 2000 سال پیش، زمانی که قوم سلتی ها زندگی میکردن. این قوم بر این عقیده بودن که روز 31 اکتبر مرز بین دنیای مردگان و زندگان از بین میرفته و رفت و آمدها خیلی راحت تر میشد و میگفتن که اونها وارد خونه هاشون میشدن و از خوراکی ها و شکلات هاشون بر میداشتن. یه جورایی حکم مهمون ناخونه خودمون رو داشتن. پس اونا تصمیم میگیرن با لباسهای ترسناک و گریم ترسناک خودشون شبیه به اونا کنن که فکر کنن یکی از اونا. یه جورایی مثل همون که میگه اگه نمیتونی شکستش بدی پس شبیهش شو. اونا دور آتیش جمع شدن، میرقصیدن، آواز میخوندن، یه جورایی یه فستیوال برای خودشون راه مینداختن توی اون روز. این ماجرا هر سال تکرار میشده تا اینکه یه روز کلیسا میگه این ماجرا خیلی مسخره و ترسناکه و یه روز به اسم خودش میسازه، به اسم روز قدیسان، یعنی همون 1 نوامبر، یک روز بعد از هالووین امروزی. هالووین توی اون زمان اسمش آل هالووز اب بوده که به تدریج برای راحت تر شدن و روون تر شدن اسمشو گذاشتن هالووین. اونا بعد از یه مدت به آمریکا مهاجرت میکنن و این رسم با خودشون به آمریکا میبرن. اونجا بچه ها با خودشون میگن همراه مردا آزاده، هم خانواده همون که لباسای ترسناک گیریم ترسناک میکنن، ما این کار رو بکنیم و به در خونه ها بریم و ازشون شکلات بخوایم، مثل همون رسم قاشق زنی خودمون توی ایران انجام میدادن. اونا میرفتن در خونه ها و میگفتن تریک اور تریت، یعنی یا به خوراکی میدی یا اذیتت میکنم. حالا یه سوال دیگه که شاید ذهن هممون رو درگیر کرده باشه اینه که چرا کدو؟ چرا هندونه نه؟ خب اینم یه ماجرایی داره. قبلا اونا از شلغم استفاده میکردن برای این موضوع. آره درسته، شلغم. اونا توی شلغم ها رو خالی میکردن، چشم و دماغ و دهن براش میکشیدن و یه شمع داخلش میذاشتن تا نور بده، یه جورایی فانوس هالووین. اونا وقتی که به آمریکا مهاجرت میکنن میبینن اونجا هم تعداد کدوها بیشتره، هم کدوها خوشگل‌ترن. پس تصمیم میگیرن کدوها رو جایگزین شلغم ها کنن، یعنی توهاشون رو خالی کنن، چشماشون رو بکشن و یه شکلی هم خنده‌دار هم ترسناک براشون در بیارن و توش شمع بذارن و تبدیلش کنن به فانوس هالووین که امروزه ما کدو تنبل رو به عنوان نماد هالووین میشناسیم. حالا چرا قبلا ها از شلغم استفاده میکردن؟ اصلا قضیه ای داره؟ آره داره. اونا اولین فانوسشون رو به اسم جک اولترن میشناختن. حالا جک یکی بوده که وقتی شیطان میاد اونو گول میزنه و روحش رو بهش نمیده و وقتی هم میمیره نه خدا اونو به بهشت را میده نه شیطان به جهنم. فقط اون میمونه با یه زغال توی دستش و سرگردونی بین دنیای زنده ها و مرده ها. اون تیکه زغال رو توی یه شلغم میذاره و این تبدیل میشه به اولین فانوس هالووین. برای همون بوده که اسمشو گذاشتن جک اولترن. خب الان برمیگردیم به هالووز اب امروزی یا همون هالووین. امروزه هالووین به عنوان جشن خیلی فان و سرگرمی شناخته میشه. یعنی مردم لباسای ترسناک یا شخصیت مورد علاقه‌شون رو میپوشن با گریم مربوط به اونا توی این شب فیلم ترسناک میبینن، شکلات میخورن، جشن میگیرن، یه چیزی مثل ترس با قند و نبات. ولی این موضوع توی گذشته واقعا ترسناک. اگه قرار بود به جشن هالووین برین چه لباسی میپوشیدین؟ زامبی؟ خوناشام؟
یا همین لباس خودتون با یکم خواب کمتر. تو کامنت ها برام بنویسین. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین تا به سمت بهترینا بریم. تا ویدیوی بعدی، هپی هالووین.